در زمان معاصر یکی از جنایت‌هایی که به اساس‌های ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت خف جدی به میان می‌آورد این جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته می‌باشد. با مقصد مبارزه با این پدیده نامطلوب امروز در مرکز ولایت راهپیمایی جوانان و دانشجویان فعال تحت عنوان اکستریمیسم و تروریسم را محکوم می‌نماییم دایر گردید. در این چاره‌بینی صدها جوانان فعال در دست با شعار و آویزه‌ها تحت نام‌های نست با تروریسم و اکستریمیسم، جوانان ضد تروریسم، اکستریمیسم و تروریسم را محکوم می‌نماییم. از نزد بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تا به نزد تئاتر به نام کمال خوجنده راهپیمایی کردند. جوانان و دانشجویان یکدلانه در دست با پرچم‌های ملی ضد پدیده‌های نامطلوب و خطرزای جهانی معاصر شعار پرتایی کردند. جوانان پیروان اصیل پیشوای معظم ملت ابراز گردید که افراطگرایی در کدام شکل نباشد قبول نداریم، چون که آن حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان را پایمال می‌کند. یک گروه جوانان از آن جمله جوانان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان جهت بیان عقیده خود نسبت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی جمع آمده برای بیان نمودن عقیده های خود در مرکز شهر خوجند برای در یک جایگی صدای جوانان را برآوردند. امروز در زیر شعارهای زنده باد تاجیکستان، نست باد تروریسم، نست باد افراطگرایی، جوانان افراطگرایی را محکوم می نمایند. یک چند شعار پرتایی نموده و در یک جایگی با یک حس بلند وطنداری و خویشتنشناسی خودآگاهی ملی بیان عقیده نموده ایستاده هستند. سپس در قصر جوانان به نام لایق شیرعلی مرکز ولایت با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با جوانان فعال ولایت ملاقات دایر گردید. رئیس ولایت با یادآوری از سهم و نقش جوانان در حیات جامعه تاکید کرد که در هر پیام و سخنرانی‌های پیشوای معظم ملت امام علی رحمان دوام چند سال اخیر موضوع مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم مقام محوری کسب نموده است. هدف از برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور چنین شرح داده شد. مقصد اساسی چاره‌بینی امروزه پیش از همه ضمن هدایت‌های وطنپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان جلب بیشتری توجه اهل جامعه به تقویت بخشیدن مبارزه بر ضد پدیده‌های نامطلوب جامعه را به تشویش آورنده از قبیل جنایتکاری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های فعالیتشان منع شده و قاطعانه محکوم نمودن ظهورات خطرآور تروریسم و اکستریمیسم میباشد. قید شد که افراطگرایی اساسهای معنوی جامعه را ویران نموده به امنیت منطقه تمام جهان از آن جمله به امنیت جمهوری تاجیکستان هم تهدید میکند. از این لحاظ مقابل افراطگرایی باید دست جمعانه مبارزه برد. همین سیاست پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به نسل جوان آینده‌ساز یعنی شما که در دوران استقلال دولتی در تفکر و اندیشه جوانان تحولات کلی به وجود آمده، گفتار و رفتار، آداب و اخلاق و مناسبت آنها به زندگی به مراتب بهتر گردیده است و جوانان ما حالا در کارهای دولتی و جمعیتی تحکیم فضای سالم و بلند برداشتن آبروی نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی سهم سزاوار گذاشته ایستادند. رهبر ولایت از جوانان فعال دعوت نمود که نسبت تقدیر همسالان خیش بی‌پروا نباشند و برای جلوگیری از تاثیر افکار بیگانه، مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم، پیشگیری دامن پهن نمودن غایه‌های افراطی حزب و حرکت‌های فعالیتشان منع شده و ترغیب عقیده‌های سالم، اندیشه و تفکر ملی تلاش ورزند. گزارش سینا غفوری، نادر نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.